رسول الله صلی الله علیه وسلم در خطبه حجة الوداع و در خطبه های حجة الوداع همیشه بر این تاکید میکردن که فاتقوا الله فی النساء، در مورد زنها از خدا بترسید. انسانی که کافیست همین جمله رو در زندگی عملی خود در تعاملش با زنها مراعات بکنه. در مورد زنها از خدا بترسید. اگر ظلم برش میکنی از خدا بترس، حقش رو میخوری از خدا بترس، او رو میزنی از خدا بترس، به او توهین میکنی از خدا بترس، اهانت میکنی از خدا بترس، تحقیر میکنی از خدا بترس، از خانهش بیرون میکنی از خدا بترس. اگر این رو انسان سلوحه زندگی خودش در تعامل با زنها قرار بده، هیچ مشکلی در جامعه بشری به نام زن و حقوق زن ما نخواهیم داشت. و این یک حقیقت است که امروز در جوامع اسلامی مسلمانان به این آیات و احادیث عمل نمی کنن. خداوند در قرآن کریم میگه اگر زن رو میخوای طلاق بدی او رو از خانهش بیرون نکن. خانه از تو است، اما در قرآن میگه از خانهش بیرون نکن. خیلی جالب. زن خانه خریدی، پولش هم تو دادی، با یک دختری ازدواج کردی، در خانه آوردی، خداوند میگه ولا تخرجوهن من بیوتهن، اونها رو از خانه‌شان بیرون نکنید، چون تو با او ازدواج کردی. در ادامه پیامبر صلی الله علیه و چی میگه؟ فانکم اخذتموهن بامان الله، شما با نام الله و با یعنی تضمین و امنیتی از جانب الله اونها را گرفتین. سبحان الله. و استحللتم فروجهن بکلمت الله، شما آنها را برای خود حلال کردین به نام الله. خطبه نکاح خوانده میشه، همه اینا چی است؟ همه الله و رسول، بسم الله، اعوذ بالله، همه اینها ذکر الله سبحانه و تعالی. میگه وقتی که این زنیت شد شما عهد بستید، پیمان بستید. الله سبحانه و تعالی در این جای قرآن کریم هیچ پیمانی را با عنوان پیمان محکم و استوار ذکر نکرده غیر از پیمان ازدواج. میثاقا غلیظا، میثاق چی؟ پیمان. غلیظ چی؟ یعنی محکم و استوار. هیچ جای دیگه نگفته که میثاق غیر از به خاطر ازدواج بر چیز دیگری استفاده نکرده. استاد با می حرفایی که جدیدن زدین یک سوال واقعا بزرگ را که زیادتر مردم بیان میکنه را جواب داد. مثلا بسیار کسا میگن که با چه کسی ازدواج کنیم؟ دقیقا همینجا جوابش داده شد که با کسی ازدواج کنیم که به خاطر رضای خدا، به خاطر خدا. دقیقا رسول الله صلی الله علیه و سلم میفرمان که من اراد الله به خیرا رزقه امرأة صالحه، کسی که الله سبحانه و تعالی به او اراده خیری داشته باشه زن صالح نصیبش میکنه. زن صالح خانه تا حفظ میکنه، ناموس تا حفظ میکنه، امانت تا حفظ میکنه، فرزندان نیک و صالح برات تربیت میکنه، حقت را ادا میکنه. نعمت بزرگش زن صالح. رسول الله صلی الله علیه و سلم در اینجا میگه که شما اینها را حلال کردین برای خودتان به نام الله، پس در هر رفتارتان، کردارتان با آنها الله را در نظر بگیرین. اگر دست سرش بلند میکنی، اگر تحقیرش میکنی، اگر توهینش میکنی، الله را در نظر بگیر.